الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، آن چیزی که امروزها در غزه رخ می‌دهد و آن استواری که اهل غزه امروز به تمام جهانیان نشان داده ایستاده‌اند، این را پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل برای ما و شما بشارت داده در حدیث مبارک خود فرمودند که واقعا وقتی این حدیث را انسان تأمل میکند در حیرت میماند که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل عیناً همین حالتی که امروز شده ایستاده است پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما روایت کرده‌اند می‌فرمایند: لا تزال طائفة من امتی قائمة على امر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى یأتی امر الله وهم ظاهرون علی الناس. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند یک گروه از امتان من بر امر الله، یعنی در دین الله و در راه حق استوار باقی خواهند ماند و آنهایی که آنها را مخالفت میکنند و دیگر مسلمان هایی که به آنها کمک نمیرسانند به آنها هرگز ضرر نمیرساند. آنها پروای دیگر عالمیان را ندارند و آنها بر حق و بر امر الله استوار باقی خواهند ماند تا روز قیامت. صحابگان میپرسند: قالوا یا رسول الله و این هم؟ آنها در کجا هستند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: هم ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس. آنها در بیت المقدس هستند و در اطراف بیت المقدس هستند. ببینید در حدیثی که امام طبرانی رحمت الله علیه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیقاً جای این طایفه و این گروه مردم مسلمان مجاهدی که بر امر الله و بر امر پروردگار قائم هستند تا روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک می‌فرمایند: اول هذا الامر نبوت و رحمه. آغاز این امر یعنی آغاز اسلام نبوت است، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، و رحمت است. ثم یکون خلافة و رحمه. پس از آن خلافت می شود که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم خلافت ابوبکر خلفای راشدین آمدند و رحمت می شود. ثم یکون ملکا و رحمه. پس از آن ملک می شود، شاهیگری می شود، یعنی یک نفر شاه می شود، پس از آن فرزندش و نسلهایش می روند. ثم یکون امارة و رحمه. پس از آن امارت می شود، یعنی امیری می شود، باز هم کوچکتر، باز تقسیم می شود، تقسیمات زیادتر می شود از شاهیگری، یعنی خلافت مسلمان ها باز کوچکتر می شود، تقسیمات زیاد می شود، چنانه که امروز می بینید دولتچه های میده تقسیم شده هستند. و رحمت است. ثم یتکادمون علیه تکادم الحمر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند پس از آن تمام دشمنان اهل اسلام مانند خرها بین هم جنگ میکنند و بر طعام بسیار با دندانهای خود سخت میگزند. دشمنان اسلام بر اسلام هجوم میکنند. در ادامه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: فعليكم بالجهاد وإن أفضل الجهاد الرباط وإن أفضل رباطكم بعسقلان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پس شما جهاد را لازم گیرید، بر جهاد استوار باشید و بدانید که بهترین جهاد شما در اسقلان است. اگر اسقلان را ما امروز ببینیم در خریطه، از مرکز غزه تا مرکز اسقلان 21 کیلومتر است. در بری هم در ساحل بحر میان زمین هستند. امروز اهل اسقلان یعنی در غلاف غزه آنهایی که در آنجا هستند در جهاد هستند
و پیامبر صلی الله علیه و سلم جهاد آنها را وصف نموده. 1400 سال قبل مژده نبوی را بینید که این افضل رباطکم بعسقلان، بهترین و افضلترین جهاد شما در عسقلان هست. چنانه که گفتیم عسقلان اگر خریطه را کشوید امروز تا حتی با زبان عبری یهودی اشکلان نویسانده‌اند. الله سبحانه و تعالی آن مرابطان و آن مقاومتگرانی که امروز در غزه و اطراف غزه و در قریبی عسقلان هستند قرار دارند، الله سبحانه و تعالی بر دشمنانشان پیروزی و نصرت بدهد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.